امسال ازبکستان سرشار از ذخیره گاز طبیعی با بحران انرژتیکی مواجه شده است. کاروان طولانی ماشین ها که در این نوار کاربران به چشم می‌خورد، نوبت برای خریدن گاز طبیعی می باشد. ساکنان این جمهوری آسیای مرکزی به کمبود مواد سوخت در فصل زمستان عادت کردند. ولی به قول خودآنها امسال وضع دیگر بوده، مشکلی واقعی در پیش است. این ناحیه یازیاوان ولایت فرغانه می باشد. ماشین ها برای خریدن گاز تخمیناً 2 روز نوبت می پایند. وضعیت در سراسر کشور همین است، از جمله در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان. من میبینید ساعت هم 4 صبح است. من این نوبت ماشین ها برای خریدن گاز طبیعی است. اینجا نوبت شروع شده تا به آن طرف میرسد. endi mart bormikan mana shuni butun xalq O'zbekiston xalqi shunaqa آیا یگان انسان یافت می شود که برآمده مشکلی مردم ازبک را حل کند؟ یگان رهبر یا متصدی باشد برایت کنی مرحمت. من 8 ساعت شد منتظرم. 7 soat bo'ldimi? کمبود گاز باعث کمبود نیروی برق هم شده است. салому алейкум. ин аҳволи мо аст. соат 18. ин ғизои шом ва ин кӯдакони мо мебошанд. به نشان اعتراض ساکنان یکی از نواحی منطقه قرقلپاکستان ازبکستان در مرکز دهه‌شان گلخن افروختند. این رانندگان به نشان اعتراض مدت شاهراه پیوست کننده ناحیه گلستان با شهر تاشکند را بسته بودند. در منطقه آسیای مرکزی ازبکستان پس از ترکمنستان بزرگترین استخراج کننده گاز طبیعی بوده، آن را از جمله به روسیه و چین می فروشد. در شرح بحران کنونی حکومت مردم را گناهکار دانسته اصرار می‌ورزد که مشتریان گاز و برق را بیش از حد استفاده می‌برند. کارشناسان رهبری ناموفق شرکت مونوپولی دولتی و تجهیزات کهنه زمان شوروی را یکی از محرکان اساسی بحران کنونی انرژتیکی در ازبکستان می‌شمارند.